پلکوونیک 52 ساله زوده تاجیکستان تغایمرات قرایف را که در هیئت نیروهای حامی صلح روسیه در منطقه جدای طلب قره‌باغ کوهی خدمت میکرد و روز 20 سپتامبر سال 2023 کشته شد. روز 28 سپتامبر به شهر اکاترینبورگ روسیه می‌آورند. در این باره به نزدیکان پلکوونیک قرایف در حوزه حربی مرکزی ارتش روسیه خبر دادند. بنا به اطلاع نشریه‌های محلی، روز 29 سپتامبر در اکاترینبورگ مراسم وداع با پلکوونیک قرایف برگزار می شود و بعد این مراسم خویشاوندانش جنازه تغایمرات قرایف را به تاجیکستان برده در وطنش طبق رسوم مسلمانی به خاک می سپارند. پلکوونیک تغایمرات قرایف با هم‌یارقانش روز 20 سپتامبر در جریان تشنج وز در قره‌باغ کوهی کشته شد. ماشین آنها در یک منطقه بحثی هدف تیرباران از جانب نیروهای آذربایجان قرار گرفت. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف برای هلاکت حربیان روس از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین رسما عذر خواست و وعده داد که این قضیه را تفتیش خواهند کرد. در رابطه به مرگ حربیان روسیه، مقامات روسیه نیز پرونده گشودند. دادستان کل آذربایجان رسما از کشته شدن 6 حربی روسیه در مناقشه‌های اخیر مسلحانه در قره‌باغ کوهی خبر داد. 5 نفر آنها از جمله پلکوونیک قرایف را نیروهای آذری برای آن تیرباران کردند که ماشین آنها را از جدای طلبان ارمنی گمان کردند. یک سرباز دیگر روس در جریان تیرپرانی‌ها از جانب نیروهای جدای طلبان ارمن کشته شده است. آوردن جنازه پلکوونیک قرایف از قره‌باغ به دلیل بی‌نظمی و در محاصره اطلاعاتی قرار داشتن این منطقه چنین طول کشید. به گفته خویشاوندانش، آنها طی چند روز نتوانستند حتی در کجا بودن جنازه او را معاین کنند. تنها اخیراً از حوزه حربی مرکزی ارتش روسیه به آنها خبر دادند که جسد پلکوونیک کشته شده را روز پنجشنبه 28 سپتامبر به اکاترینبورگ می‌آورند. تغایمرات قرایف سال 1971 در تاجیکستان به دنیا آمده. سالهای زیاد در دیویژن 201 سواره تیراندازی ارتش روسیه که در تاجیکستان مستقر شده است خدمت کرده است. این دیویژن سال 2004 به پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان تبدیل نام کرد. تغایمرات قرایف سالهای آخر در ولایت سوردلوفسک خدمت میکرد و تا به مقام معاون فرمانده بریگاد علاهیده 29 نیروهای دفاع رادیاسیونی و کیمیاوی و بیولوژی رسیده بود. او در این بریگاد معاون فرمانده اوید به تربیه سیاسی یا به تدبیر دیگر پالیتروک بود. پلکوونیک قرایف در عموم بیش از 30 سال در ارتش روسیه خدمت کرده، چندین بار به نقطه‌های داغ سفربر شده بود. او همگی 52 سال داشت. ولایت اکثرا ارمنشین قره‌باغ کوهی هنوز در ابتدای سالهای 90 خود را از آذربایجان مستقل اعلام کرده بود. نیروهای آذربایجان روز 19 سپتامبر سال 2023 عملیات حربی را در قره‌باغ به راه انداختند که بنا به حساب باکو از جانب نیروهای آذری 192 کشته به جا گذاشت، ولی به باکو میسر شد که در نتیجه این عملیات نیروهای جدای طلب قره‌باغ را به تسلیم شدن وادار کرده این ولایت را در زیر نظارت خود برگرداند.